بیش از 1 میلیون بیخ نیالوهای آرایشی و میوه‌دهنده در یارمارکه و فروش گذاشته شد. در نزد تئاتر مسحکه و موسیقی به نام کمال خوجندی یارمارکه فروش نیالوهای آرایشی و میوه‌دهنده، تخمی‌های گل‌ها و دیگر ضرورت‌های کشاورزی به فروش گذاشته شد. در یارمارکه رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده و رئیسان شهر و ناحیه‌ها اشتراک نموده از محصول دست دهقان دیدن نمودند. یارمارکه مذکور در اساس امر رئیس ولایت هر سال گذرانده شده، هدفش درصد خوب گذراندن معرکه کبودزارکنی و آبادانی و کمک کردن به اهالی ولایت میباشد. رئیس ولایت به خواجگیداران دستور داد تا پرورش و شناندن گل‌های آرایشی و درختان میوه‌دهنده را زیاد کنند. علم‌های کردن در دیگه مبلغ باید نرود. داخل به هم جای کاری میشد، هم محصولاتی خودمون زیاد کوچکتر زیاد می‌کنیم. در یارمارکه مذکور از 18 شهر و ناحیه‌ها بیش از 1 میلیون و 20 هزار بیخ نیالهای گوناگون و گل و بوته‌های آرایشی پیشنهادی باغپروران و ساکنان شهر خوجند گردید. از جمله 430 هزار بیخ نیالهای میوه‌دهنده، 17 هزار بیخ نیالهای آرایشی و زیاده از 420 هزار بیخ گل و بوته‌ها و تخمی‌ها آورده شد. یارمارکه مذکور 2 روز دوام نموده، ساکنان محصولات به خود لازمه را نسبتاً از بازار ارزان خریداری نمودند. اویدی баланд шудани маърифати мардум оиди муҳити зиста дар сатҳи баланд нигоҳ доштан ва тозаи озода намудани муҳит маълум ки мардум ин қадар омада гулхарӣ ин қадар саволу ҷавоб бо мутахассисон карда тарзи парвариши гулро ки мо бояд дар кӯчаҳо дар хонаҳо алаҳамина ташкил кунем ва ин албатта ба тамоми муҳити кишваро мо таъсир мекунад ва ман гумон мекунам ки аз маърика аз манфиат холӣ нест ин масъалаҳо. رئیس ولایت سوخت فعالیت نیالپروران شهر استرافشان را بهای بلند داده به مسئولین سپارش داد تا از این شهر نیالهای میوه‌دهنده آرایشی را خریداری نمایند. طبق اطلاع سردار ریاست کشاورزی شهر استرافشان الحال از جانب خواجگی‌های نیالپروری حالا 300 هزار بیخ نیالهای گوناگون برای فروش آماده شده است. طبق نقشه در شهر استرافشان از 600 تا 60 هزار بیخ نیالها آماده کرده می شود. در این یارمارکه خواجگیداران این شهر 54 هزار بیخ نیال آوردند. نرخ این نیالهای آورده شده نسبت به سالهای پیش ارزان می باشد میگویند مسئولین. از شهر استرافشان نیالهای میوه‌دهنده از نمودی نیالهای سیب 7 نمود سیب‌هایی که در شهر استرافشان با فروش برآورده می شود 7 نمود نهال سیب 4 نمود نهال‌های نوک نهال‌های گیلوس البته نیال‌های همیشه سبز همه نمودش معرضی فروش برآورده شده است. همچنین در یارمارکه از جانب عالمان و متخصصان ساحه باغپروری نقطه مصلحت دهی تأسیس داده شد. در آن متخصصان و ساکنان و دهقانان دور به آماده نمودن زمین، طرز شناندن نیالها، طرز پیوند نمودن درختان، علم نگاه داشتن از حشرات ضررناک را فهمانیده در عمل نشان دادند. امروز که همگان میدانند با دستور سپارش‌های محترم رئیس ولایت رجب احمدزاده اوید استفاده از بوده‌های مساعد انتخاب نیال امروز بنیاد باغ‌های نو، تاکزارهای نو اینچنین برقرار کنی باغ و تاکزارهای کهنه با مرام ادامه دارد تا امروز زیاده از 100 گکتار هم در بنیاد و هم در برقرار کنی باغ‌های اینتنسیوی تمایل میوه‌های صادراتی داشته بنیاد کرده شده است. در یارمارکه فروش نیالها، نوع‌های گوناگون میوه‌گی‌ها از جمله آلوی سیاه، خرما، بادام، نوک دلافروز، بهی سمرقندی، زردآلو، سیب، شفتالوی چمپیون، آلوچه، تاک حسینی پیشکش گردیده بود. یارمارکه مذکور همساله در شهر خوجند تشکیل و گذرانده می شود. مقصد آبادانی و سرسبز نمودن دیار می باشد. گزارش نصیب جان ابویف و اعظم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.